بعضی از عزیزان در کشورهای همجوار ما مسافر هستند، به من تماس میگیرن جناب مولانا صاحب ما 2 سوره از قرآن بلد هستیم، همین 2 سوره را همیشه در نماز بخوانیم. برشان میگم برادر شبا چی کار میکنیم؟ میگه لدو میزنیم مولوی صاحب. شبا چی کار میکنیم؟ میگه پابجی میزنیم مولوی صاحب. کیچه بازی و قطه بازی میکنیم. پس جوان عزیز چرا الله تا پرستش نمی کنی؟ چند ساعت خوابت برات حرام میشه ولی روز قیامت الله جل مجدو از اون چند ساعت من تو پرسان میکند. چرا در اون چند ساعت قرآن کلام الله را باز نمی کنی و به چشمای خود نمی مالی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صبح که میشد قرآن را میگرفت، اول به سینه خود میگذاشت بعد به چشمای خود میمالید، میگفت کلام پروردگار من است.